11 ماه سال روان در تاجیکستان صادر گردیدن حدود 5000 جنایت‌های وزنین به قید گرفته شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته تقریباً 18% بیشتر است. بنا به معلومات اگنتی آمار نزد پرزیدنت کشور، ثبت حادثه‌های دزدی از جمله دزدی در منزل‌ها 27%، غارتگری 7.5%، کشتار و سوء قصد به کشتار 5.9%، پاره‌گیری 5.2% و آدمربایی از 10 تا 11 حالت افزوده است. در همین حال دوام ماه‌های انور نوامبر سال 2015 زیاده از 2,800 جنایت‌های اقتصادی به قید گرفته شده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 4.5% زیادتر می باشد. گفته می شود در این دوره 506 حالت ویران کردن قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه ثبت شده به مرگ و جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتن جبردیدگان باعث گردیده است. طول 11 ماه سال روان در تاجیکستان در مجموع نزدیک 20,000 جنایت‌ها به قید گرفته شده است. به اندیشه کارشناسان اساساً سبب افزایش جنایتکاری در کشور این نبودن فعالیت حرفه‌ای و نداشتن کادرهای مناسب در مقامات حفظ حقوق می باشد. گپ در سری اون که طرز، اصول و شکل کارهای فهماندهی به طلبات زمان معاصر جوابگو نیست. آنها باید شرط و شرایط، عامل و سبب‌ها و انگیزه‌های صادر شدن جنایت و حقوق ویرانکنی را تحلیل و بررسی کنند. برای این نیروی ذهنی نمی‌رسد. کادرها قابلیت تحلیلی ندارند. منظور من کارمندان مقامات حفظ حقوق. و وقتی که اقتصادیات ضعیف است، عائله‌ها ناپوره، در عملی نمودن سیاسی کادرها به اشتباه راه می‌دهند، ناباوری به کادرهای منطقه‌های دیگر احساس میشه و در مجموع پس بودن سطح و صفت زندگی باعث صادر شدن جنایت میشه. همزمان در اساس عفو و بخشش گناه که از جانب پارلمان کشور و رئیس جمهور تاجیکستان عملی میشد، وزارت مهنت و دیگر ساختارهای ساحه دولتی که مسئول کار می باشند برای جلب کردن جنایتکارانی که دیروز از مؤسسه های اصلاحاتی و محبس ها آزاد شدند شرایط مهیا نمیکنند و در مجموع همه اینها باعث آن شدند که جنایتکاری و حقوق ویرانکنی در تاجیکستان می افزاید. عادتاً وابسته به حالت مشخص دولت کوشش میکند که یا نشان دهنده های آماری را کمتر کرده نشان دهد و در بعضی موردها بیشتر نشان دهد. اما مشاهده ها و واقعیت تاجیکستان با در نظر داشت پست بودن سطح زندگی و دیگر عامل و سبب‌ها از آن گواهی می‌دهد که حقوق ویرانکنی و به خصوص صادر شدن جنایت‌های اقتصادی، جنایت‌های وزنی و غیره افزوده است.